بکش کنار. برو رد کارت پسر جون، زنه نمیخواد اینجا باشی. باید بخواد. امروز تولد منه، میفهمی؟ کنان ول کن. یه دقیقه واسا. باید امشب همه ترانه‌هاشو واسه من بخونه. مگه پولکی نی؟ منم مشتریم. یادت آخرین بار چی شد؟ تنت نخوره یا ما دست داشتی تو بگی ببر. یعنی نمیذاری برم تو؟ یعنی اصلا راه نداره من از این در برم تو؟ شورشو در آوردی، من رفتم. باشه، عیب نداره. سلام منو بهشون برسون. آقای آتم داریم میریم با خیالت راحت. مرتی که ترسو. ما رفتیم. خیلی ممنونم، متشکرم. ما همچنین سنتامون رو حفظ میکنیم. مخفاسیم شکیب کایا یا به قول شما وقف عشق امسال هم به بهترین شکل کمک های خودش رو ارائه میده. از طرف دخترم اندر کایا سرز، دامادم سریم سرز و مانند سالهای قبل رئیس محترم وقف نوه عزیزم مرت آسیم سرز. باید به همتون خوش آمد بگم و بگم خوش بگذرم. تا یادم نرفته میخوام در طول مزاگده همه دستاشون بالا باشه، کسی دستش پایین نگرد. مق بس کن دیگه ایلول. رابی و فرخ زودتر بریم بشینیم. مامان آرایشم به هم نه عشقم، خیلی هم خوشگلی. زود باش میرا. اومدم. ببین این بچه رو سر تا پاشو باید عوض کنیم. بعدش موشو با بروس سگ حسابی شونه کنیم. یه ذره شکمشو بدی تو، شونهاشو بدی بالا، شاید اون موقع شبیه یه چیزی بشه. معذرت میخوام. همون بابت احمق بودنش دیگه نمیشه کاری کرد. خیلی بدجنسی ایلول. خیلی خوب ولش کن. مامان بس کن دیگه. میخوای همین الان برو لباساتو عوض کن؟ باشه میرم. نه خیر، اگه بره دیگه بر نمیگرده. باشه با هم بریم. باشه. هیچ کدومتون جایی نمیرین تا آخر شب همینجا هم پیش من میمونین. صداتون هم در نمیاد. فقط یک بار در سال سلیم کارت خیلی زشته. یه بار در ساله؟ یه بار در ساله؟ از قسم بخور که دیگه منو نفرستی رو سن. مامانی تو رو خدا قول بده بهم. میرا زود باش. اومدم بابا جون. ارکانینم اومدم. چطوری؟ خوش اومدی؟ دیر اومدی. اومدم دیگه عشقم. مرت ببخشید. بفرمایید. برای منه؟ متشکرم. مرسی. شما از این کیکا دارین؟ کیک کوچیک میخوام. کیکای کوچیک اونجا هست. شمع هم دارین؟ شمع تولد؟ نه داداش،
وای تولدت مبارک داداش، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. این چیه؟ چی کار کنم؟ پولم به همین میرسه دیگه. کارت درسته داداش. بزن نوشه جان. بریم یه فیلم نگاه کنیم. من یه فکر بالتر دارم، بیا. کجا؟ پسر اگه این چیزا رو هم یاد نگیری هیچ کی یادت نمیده. بدو بپر بالا. کنان دیوونه شدی؟ بپر یه دوری بزنیم حالا پسش میدیم دیگه. واسه داری چی کار میکنی؟ یامان بپر بالا. هی کجا میبری؟ بایسا بایسا. دیوونه شدی؟ میگم ماشین رو نگه دار احمق. کنان ماشین رو نگه دار. میگم نگه دار، تو ماشین رو دزدیدی. آخه یه بار تو کل زندگیت آدرنالینت نباید بزنه بالا پسر. برای یه بارم شده سواری همچین ماشینی شیم دیگه. داداش خواهش میکنم ماشین رو نگه دار. لعنت به این شانس. منتظر همین بودی؟ آره؟ اون کمر لعنتی رو ببند. لعنتی اینم گیر کرده. یواش برو. دقت کن. پلیس. داداش 12,000 لیر زیبر خانم. خیلی متشکرم، ممنون. بله 12,000 لیر. 13,000 لیر این آقای محترم. 14,000 لیر هم شما گفتین. به 15,000 لیر رسید. بله 15,000 لیر. پیشنهاد 16,000 لیر هم داریم. خیلی متشکرم. 17,000 لیر. خیلی ممنونم. ما تو مهمونی هستیم. بله این خانم محترم مبلغ بالاتری رو گفتن. 20,000 لیر. کسی میخواد بابت این ساعت عتیقه پیشنهاد بالاتری بده؟ 25,000 لیر گفتن. خیلی ممنون. 25,000 لیر. 30,000 لیر. 30,000 لیر شد. خیلی متشکرم. بله کسی میخواد پیشنهاد بالاتری بده؟ 35,000 لیر. آقایون خانم‌ها کسی نمیخواد پیشنهاد بالاتری بده؟ فروختمش 35,000 لیر. مبارک باشه. خب اگه میخواستی همه اجناس و عتیقه ها رو بخری چرا کل اون مبلغ رو یه جا به خیریه کمک نکردی؟ چون میخوای جلو بقیه پوز بدی. اگه یه همچین مراسمایی نباشه این لباسایی که یه دنیا براشون خرج کردن به ملت نشون میدی؟ خانم ها و آقایان محترم ازتون خواهش میکنم که سکوت رو رعایت کنید، چون میخوایم یکی از عتیقه های بلوری زمان عثمانی رو که فوق العاده هم زیبا و بی‌نظیره بهتون معرفی کنیم. میخوام در ابتدا با 10,000 لیر شروع کنم. بله مبلغ پیشنهادی ما 10,000 لیره. این خانم محترم پیشنهاد 10,000 لیر رو دادن. بله خیلی متشکرم. مبلغ پیشنهادی بابت این عتیقه بی‌نظیر 10,000 باش فاروق، ندیدم دستتو ببری بالا. کارا خوب پیش نمیره نگرم. انرژی و هیجانمون رو برای آخر مراسم نگه داشتیم. زود باشین ببینم. پیشنهاد بالاتری از 16,000 لیر داده شده؟ بله مبلغ 16,000 لیر. خیلی متشکرم. باشه خیلی خوب باشه. بازم یه بچه خیابونی تو درد سر افتاده و تو مجبوری بری، مگه نه؟ متاسفانه عزیزم. اینطور که معلومه دیگه وقتش رسیدی که یه نفر دیگر رو برای خودم انتخاب کنم و تو رو طلاق بدم. برم برگردم راجبه صحبت میکنیم دیگه. خب
قربونت برم، خداحافظ. بابا کجا میری؟ نبینم مادرتو تنها بذاری. بازم سلام، من سلیم سرز هستم، وکیلتم. اما من بابت وکیل پولی ندارم. احتیاجی نیست، یکی از دوستان معرفیت کرد. بشین. من مخصوصا قبول میکنم وکیل مدافع تسخیری جوانایی مثل تو باشم، میفهمی؟ اجباری بودنش کاملا مشخصه. معذرت میخوام، اصلا فکرشو نمیکردم امشب قراره تو و برادرت یه ماشین بدوسین. توی مراسم بودم که گفتم بیام اینجا. کنعان کجاست؟ پرونده جرایم برادرت خیلی سنگینه. قبلا به خاطر حمل سلاح بدون مجوز و مواد مخدر دستگیرش کرده بودن. عفو مشروط خورده. با اتفاقات امشب آزادی مشروطش لغو میشه. دادگاه بدوی همونو محکوم به زندان میکنه. من کاری نکردم. این اولین جرم توه. ولی پلیسا داداشتو خوب میشناسن. اتفاقا برای اینکه خشک‌وتر با هم نسوزن من از این موضوع با خبر شدم. که اینطور آره. خب دیگه فهمیدی چقدر بدهکارم. اردیبهشت سمبل ماهتم گاو نره، درسته؟ گاو نر دیگه. حالا وقتی بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ جناب وکیل، من کاری نکردم. در واقع کنعانم واسه شوخی این کارو کرد و ماشینو برداشت. ما وقتی پلیسا رو دیدیم هول شدیم. یه شوخی بود، قصدمون دزدی نبود. شما اول اینو بفهمین. امروز تولد کنعان بود. تو کنکور شرکت کردی؟ من چی میگم تو داری چی میگی؟ شرکت کردی؟ شرکت کردم. اما این به قضیه چه ربطی داره؟ به خاطر همین میخوای از اینجا درم بیاری؟ رتبت چقدر شد؟ بی خیال بابا، بی خودی وقتو هدر ندیم. تو برگرد به سرزمین پروانه ها. میخوام بهت کمک کنم چون تو رو خیلی خوب میشناسم. من از کجا میشناسی آخه؟ دارم میگم من کاری نکردم. من میدونم تو کاری نکردی پسرم، میدونم. من بدبختم. چندین ساله که شبانه روز از آواز خوندن تو بارا داره جونم در میاد. کجاست این بچه؟ کجاست؟ اینجاست. گفتن یامانم همراه داداشش بوده ولی من باور نکردم. بالاخره باید تو رم اینجا میدیدم ها؟ مامان. توف، خجالت بکش. مامان من کاری نکردم. داداشتم دفعه اولش همینو گفت من کاری نکردم. اما بعد مشتری اینجا شد. تو هم خام اون داداشت شدی هان؟ از این به بعد تو رم باید اینجا پیدا کنم هان؟ نمیشد حداقل یکیتون آدم بشین؟ واقعا خجالت داره. یامان تو این قضیه کاملا بی تقصیر خانم. میخواین اول به حرفش گوش بدین؟ ها لطفا خانم محترم، من وکیلشم. پس اون تو بپوسی حداقل بدونم کجایی. کافیه دیگه، برو بیرون. مامان چرا به حرفم گوش نمیدی؟ دارم میگم من کاری نکردم. اگه کاری نکردی پس تو ماشین چی کار داشتی هان؟ چرا سوار ماشین شدی؟ چرا حرفشو گوش کردی؟ خانم محترم لطفا آروم باشه. چجوری آروم باشم؟ چندین سال هر شب دارم با ترس و وحشت زندگی میکنم. بالام نوبت اینه. از این به بعد هر غلطی میخواید بکنید. شنیدی چی گفتم؟ من دیگه نیستم. تموم شد دیگه، تمومه. شنیدی؟
بس دیگه، بسه. برنامه‌تون چیه؟ تو با مامانینا میری خونه؟ منم با دوستام میرم. عصبانی نشو، فقط به خاطر اینکه رقیبمون نشی با خودمون نمیفهمیم. برو گم شو اینول. اینقدر اذیتش نکن. اینم بزرگ میشه حیوونی. میری؟ آره. خب تصمیمتون چی شد؟ قراره خونه کی بریم؟ میای خونه ما. خب پس من به همه خبر میدم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. من کنانم، یا خوابم یا تو کتاب خونم. پیغام بذاری. کار من تموم شد. پس کجایی؟ مثلا قرار بود بیای دنبالم، بازم منو قال گذاشتی؟ سلیم کجاست؟ یه کاری براش پیش اومد. این وقت شب؟ والا اگه من جای تو بودم 100 بار تیکه تیکش میکردم. تو چقدر خونسردی. سیبر بهش اعتماد کامل داره عزیزم. شبتون بخیر، میبینم. شب بخیر. زنیکه رو نگاه با اون قیافش. خدا مثل گوریله. مرد. شب بخیر. شب تو هم بخیر. مرسی از همه چی. میبینمت میرا. خب کی با کدوم ماشین میره زودتر بریم؟ بخیر عزیزم. دلت میخواد تو هم برو. ولی اصلا بهشون نزدیک نمیشه مامان جون. میخوای دست ما بگیر ببر مامان، یا بابا بزرگ بره باشون حرف بزنه که نوش بازی بدن، یا بابا ازشون بخواد منو بین خودشون را بدن ها؟ فقط به خاطر اینه که تو از همشون باهوشتری. ولش کن بگذاریم، من مرد نامریم. اصلا حال ندارم. فردا باید دعوا میکنم. باشه پرنسس. سلام داداش هاتم. کنان خونه است؟ بهش زنگ زدم ولی موبایلش خاموشه، نگرانش شدم. کنان تو زندانه، ماشین دزدیده. این دفعه برادرشم بیچاره کرد، زندگی اونم تباه کرد. باشه برو تو دیگه، بسته بابا. احمق نشو آیشه، خودتو نجات بده. از اون مردک هیچ خیلی بهت نمیرسه. دختره رو ناراحت نکن، بیا دیگه. واقعا شاید کار یکی دیگه انداختن گردن اون. پلیس هر دوتاشون رو موقع ارتکاب جرم گرفته. کنان داداش کجایی؟ کنان کنان نترس، تو خلاص میشی. نگران من نباش، به فکر خودت باش. برو حرف نزن. بی خود منتظر کسی نباش. اون مردی که مفخور نمیاد.
صبح بخیر. پاپیون نداشتی نشناختم. صبح بخیر. انشالله بعد دادگاهتم حوصله داشته باشی اینجوری مزه بپرونی. خب دیشب چطور گذشت؟ خب خوش گذشت. ببین عکس تو و ارکانو تو مجله چاپ کردن. وقتی میخوای جس بگیری یکم پاتو خم کن تو خوشگل‌تر بشی. داره دانشگاهتونم شروع میشه. از اینجا به بعد با هم هر جا برین ازتون عکس میگیرن و میگن با هم نام زدن. چه ربطی داره؟ ما چند سال وقت داریم در مورد ازدواج فکر کنیم. عیب نداره. وقتی ازت به عنوان عروس جیوان اولو اسم ببرن البته که برات خوبه. خیلی ممنون. واقعا باورم نمیشه. چرا؟ میخوای مثل من همیشه به اتیکت لباسا و قیمتاشون نگاه کنی؟ از حرص تو آخرتر با یه درامر فرار میکنم. حواست هست نمیگم تبزن. شایدم با جاسوس. الو خوبم، تو چطوری؟ سرم درد میکنه، شب زیاد خوردم. ولی خیلی خندیدی ما. ولی دوست دروغ خیلی بانمک بود نه؟ خیلی متفاوت بود. حتما عطرشم خوشبو بود که کل شب از کنارش بلند نشدی. اون از حالش راضی بود، تو چرا ناراحتی؟ خوش اومدی. الان خودمو میندازم تو آب و بعدش تا شب همونجا مثل ژله پهن میشم. وای دلم ژله توت فرنگی خواست. چی داری تعریف میکنی؟ همین الان مثل پرنده میپری. من که میگم با این پروژه جایزه میگیریم. من برای قرارداد مشترک بیشتر هیجان زدم. معلومه که جایزه رو میبریم. بله اون جدا، اما با این پروژه آینده شرکت رو تضمین میکنی و اهمیتش بیشتره. ولی من فکر میکردم آیندم تضمینه بابا جون. حتی به پدرتم نباید اعتماد کنی. تو در این مورد به شوهرتم نباید اعتماد کنی چون پولدار نیست. مرد بابا بزرگت داره میره. وقتی کارت با هم تموم میشه بیرونم کن. آسیم مرد. دارم میام. بعد از ظهر میرم کلوب، وزیرم میاد، تو هم اگه بیای خوشحال میشم. بعدم یه سر میریم بانک، اونجا هم میبینم. غیر ممکنه، نمیتونم بیام. کل بعد از ظهر واسه زیبا شدن برای عشقم برنامه‌ریزی کردم بابا. امروز سالگرد ازدواجمونه بابا جون. البته اگه دوباره شبتونو به خاطر یه ولگرد خراب نکنه. سلام. وقتی اینجوری صحبت میکنی واقعا فکر میکنم به سلیم حسودیت میشه بابا. کجایی پسر؟ نکنه دختر بردی تو اتاقه؟ بابا چرا عزیزم نتونه ببره؟ بعد ببره دیگه. تو هم یه ذره به بچه آزادی بده. بله مامان، یکم راحتم بذار. خداحافظ. به اون شوهر داماد سرخونم سلام برسون. همین الانه که آتش فشان فوران کنه. مراقب خودت باش. خدا نگهدار. به سلامت. رأی نهایی دادگاه. با توجه به اینکه برای دادگاه ثابت شد متهم یامان کوپر به صورت غیر عمدی در این جرم مشارکت داشته و با در نظر گرفتن اینکه در گذشته هیچ سوء سابقه‌ای نداشته و جرمی مرتکب نشده، حکم به آزادی ایشان داده می شود. در مورد متهم بعدی کنان مهمت کوپر، با توجه به اینکه در گذشته تخلفات زیادی از قبیل دزدی و فروش مواد مخدر و همچنین حمل اسلحه بدون مجوز داشته، به 12 ماه و 15 روز زندان محکوم می شود. یامان از اینجا برو، خودتو نجات بده پسر. را بیفت.
اینجا هیچ آینده نداری پسر. سوار کشتیشو برو یه جای دور. لعنت به این درس و مشقی که تو میخونی. الکی خود تألف نکن پسر. اگه اینجا بمونی عاقبتت مثل من میشه. حرفمو گوش کن یمان. دوست دخترشه؟ یمان حرفمو فراموش نکن. به حرفای برادر توجه نکن. درس خوندن آب در هاون کوبیدن نیست. میفهمی؟ مخصوصا برای بچه با استعداد و باهوشی مثل تو. برای بچه‌های پایین شهر باهوش بودن کافی نیست آقا سلیم. تو بچه خوبی هستی. میتونی به موفقیت‌های بزرگی برسی. فقط باید خودت بخوای. خیلی خوب باشه ممنونم. دستشون درد نکنه. چی بود اسم اونجا؟ جمکا؟ اما به نظرم بقیهش چیزای بیفایده است. هر وقت کاری داشتی میتونی با هم تماس بگیری. ممنون. بابت هزینه تحصیلت، کار، هر موردی که برات پیش اومد، خجالت نکش. تماس بگیر. تو از کجا خبردار شدی؟ کرم گفت بهت؟ دیشب هیچ خبری ازش نشد. رفتم خونتون، مامانت گفت. دیشب باباش محله رو گذاشت رو سرش. گفت دیگه حق نداری با اون مهدی که نزدیک بشی. ما هم اینجوری فهمیدیم. چقدر براش بریدن؟ 12 ماه و 15 روز. خیلیه پسر. عجب آدمی بیشوریه. چرا دست بردار نیست؟ خیلی خوب دختر، ولش کن. حالا کاریه که شده. راستش بچه خوبیه، ولی بعضی وقتا شیطون میره تو جلدش. دست خودش نیست. خدا لعنتش کنه. باشه بابا فهمیدم، بس کشش نده. میری محله؟ من عایشه رو میرسونم محل کارش. میخوای وایس تو رو هم برسونم؟ نیازی نیست. احمقه دیگه. 1 سال زندان. امروز سالگرد ازدواجتونه بابا. خواستم یادآوری کنم فراموش نکن. نه جونم، فراموش نکردم. اصلا نمیتونی دروغ بگی بابا. سلیم سرس. قابلی نداشت. سلیم سرس داد. مرسی. خدافظ. بیچاره اون زن تمام عمرش آویزونش بود، این بس نبود. به خاطر شماها دردسرش تمومی نداره. تا کی باید پاسوز شماها بشه؟ مویا elinden kaçırdı Ramos. Hakeme baktım gol. بی‌ناموسا. تو داری به من فحش میدی؟ واسه سیر کردن شکمتون سگدو میزنیم پسر. راحتمون بزنیم. بسته دیگه. تو هم برو تو. امروز نمیخوام ریختتو ببینم. بابا خسته شدم از بس از تو کلانتر یا جمعتون کردم. من اولین بار بود که پامونجا باز شد. جمعش کن بابا، هر دوتون از خونه همون آشغالین. خونتون کثیفه، خونتون. اصلا حرف دهنتو بفهم. حالا حاتم شدیم
وقت خرج مدرسه‌تون رو میدادم داش حاتم بودم، حالا حاتم شدم نکبت. میگم خونتون کثیفه. یا مصب کن وایسا. مثلا میخوای چه غلطی بکنی؟ میخوای حرستو سر من خالی کنه طول سگ؟ یارو ببین منو از اینجا گورتو گم کن تا بالای سرت نیاوردم. ولش کن. بی‌ناموسا تو خونه‌ای که من کرایه‌شو میدم برای من زبون درازی میکنه طول سگ. ولش کن بهت میگم ولش کن. خدا لعنتتون کنه، چند ساله دارم تک تکتون رو تحمل میکنم. مامان خواهش میکنم بذار امشب حق این عوضی رو بذارم کف دست، شرش رو کم کنم، خودمون رو راحت کنیم، وگرنه یه بلایی سرش میارم. یا من این کارو تو میخوای منو بکشی؟ برو گم شو عوضی. نکن. خودم میکشم به عوضی. هیچ کیم نمیتونه نجاتت بده. بزن هم کن ببینم عوضی. گمان نکن خواهش. گورتو گم کن از اینجا برو. خودت گورتو گم کن عوضی. تو این خونه چه غلطی میکنی؟ دیگه نمیذارم تو این خونه بمونی. گم شو برو پیش داشت، از شرت خلاص شو. عوضی آشغال گورتو گم کن، اینجا خونه منه. بس کن دیگه، بس کن، خفه شو. تو خونه ای نداری، من کرایه اینجا رو میدم، خرج این خونه رو من میدم. زود باش برو، میگم برو. مامان دیگه نمیتونی زیر این سقف بمونی. برو خونه ای دوست بمون. مامان تو هم با من میای، تو به این آدم محتاج نیستی. گم شو. گفتم گم شو، دیگه هم اینجا نیا. آتا اشغالاتو جمع کن، گورتو گم کن برو. هری دیگه راحتم بزنیم، کافیه. بس زود باش از اینجا برو. تو رو خدا تمومش کن دیگه، بس. تو رو خدا خواهش میکنم. به من میگه برو، بگه برو. اگه گذاشتم نفس بکشین. بس. امتیاز آزمونای پسر خیلی عالیه متین. به نظرم یکی از بهترین گزینه‌ها برای بورسیه کردن از طریق خیریه‌مونه. آره درسته، همینطوره. روال کاریتون به هر شکلی که از همون انجام بده. دوباره امتحان میده. البته عزیزم. خوش اومدین سوده خانم. سلام. بفرمایید. امانتی رو آوردم. شما چرا زحمت کشیدین؟ راستش تو نشانتاشی کار داشتم. در ضمن میخوام برای مراسم فردام یه ست انتخاب کنم، پس فردا براتون میفرستمش. راستی این ستتونم خیلی طرفدار پیدا کرد. اون سلیمه؟ بله خانم. نه من هنوز به اون بچه چیزی نگفتم، فقط فکر میکنم گزینه مناسبی برای بورسیه باشه. سلام. خیلی خوب، خیلی ممنونم متین جان. من اطلاعات لازم رو برات میفرستم. راستش بچه خاصیه، شایدم قبول نکنه، نمیدونم. فعلا که وقت داریم. باشه میبینمت. ممنونم. واقعا ببخشید. سلام سوده جان. از مردی که از جواهر فروشی خرید کنه خیلی خوشم میاد. ببینم این هدیه رو برای کی میخری؟ اگه بتونی رازداری کنی بهت میگم. اگه با چشام ببینم باور نمی کنم که تو رابطه و عشق پنهونی داشته باشی. به چه مناسبتی؟ سالگرد ازدواجمونه. چه جالب. اما طبق معمول بازم نتونستم چیزی انتخاب کنم. من برای اینکه به این مشکل برنخورم از قبل میام و انتخابمو انجام میدم. مثلا این تو لیست خرید سال نو من بود. پس بعد اینو بردارین. هر جور شما سلام. اینو میخرم. انتخاب بی‌نظیر. آره رویاست. الان براتون آمادهش میکنم. آقا سلیم، امیدوارم همونطوری که میخواستین شده باشه. بی‌نظیرین، عالی شد. بذارید داخل ماشینشون.
بله لطفاً. خیلی ممنونم صدا جون. میبینمت. تبریک میگم. سلام منو به زیور خالی برسون. ممنونم صدا جون. میبینم. باید به عنوان یه نمونه نادر ازت محافظت بشه. به فراغم همیشه میگم زیور خیلی خوش شانسه. میشه لطفاً اینو تون پیش زیورم بگی؟ این روزا فکر میکنه یه کمی بهش بی‌توجه. کیه که این فکر رو نکنه؟ یه سرمایه گذاری بلند مدته، ولی فکر میکنم این کار نسبت به سرمایه گذاری‌های قبلی تضمین و امنیت داره. اگه جای تو بودم تلف نمی‌کردم. من آدمیم که از پول در میارم. این همه پول رو یک سال یه جا نمیخوابونم. دیوونه نشو نهاد. مگه تا حالا شده من بهت پیشنهاد سرمایه گذاری بدم و ضرر کنی؟ پس برای چی اینقدر اصرار میکنی؟ کم کم دارم فکر میکنم این پول رو برای خودت میخوای، نه؟ به هیچ عنوان نمیخوام یه همچین سرمایه گذاری کنم. فهمیدم. تو همون شایعاتی که شرکت قبلیم ساخته رو باور کردی. نه، البته خبر سرمایه گذاریاتون همه جا پخش شده و به گوشم رسیده. خیلی پستن. حتی شایعه کردن تو با این سرمایه گذاری های بلند مدتت حتما بخوای پول طلبکارت رو تصفیه کنی. به نظر من بی‌انصافیه. چون تا امروز باعث کم شدن سود و منفعت کسی نشدی. من نزول خور نیستم. یه سرمایه گذارم. همچین شایعاتی نمیتونه منو خراب بکنه. قطعا همینطوره. هی بابا، مثل آدمایی که قرض میخوان استبدی پیدا کردم. ولی برای تو واقعا متاسفم چون این فرصت رو از دست دادی. انشالله دفعه بعد فرصت رو از دست نمیدیم. خداحافظ. خدا نگهدارت فرخ جان. داداش من دنبال کارم. داداش ظرفشوری، گارسونی، هر کاری بگی. داداش موتور سواری هم بلدم. اگه پیک موتوری نیاز داری اینجا رو میتونم تمیز کنم. یعنی شبم اینجا میمونم. نگهبانم میتونم باشم. نه شرمندم. عشقشون رو دوباره ثابت کردن. چشم حسوداشون هم کور کردن. زیور سرس و سلیم سرس عزیزمون تو اون شب از خوشحالی زیاد حتی تک پسر خوشتیپشون هم نمیدیدن. بیا اینجا قاسم کوچولو بیا. ای بابا بودو بیا. پسر خوشتیپ. تو اولین سالگرد ازدواجتون هم یه همچین عکسی داریم. البته نوزاد بودم و شما هم بغلم کرده بودی. اون موقع هم اینطوری مزاحم بودی بابایی. دستم درد نکنه. And to fill my heart with love for only you. Only you can make all this change in me, for it's true. You are my destiny. داداش سینان شب بخیر. شب بخیر. بلند شو میخوایم ببندیم. ای بابا با این کار تمامون ضایع شدیم. آره. صبر کن. من حساب میکنم. سری پیش شرط و باختن باید پولشو بده دیگه. ول کن بابا، چرت و پرت بود. منم جواب درست توی اینترنت پیدا کردم. خیلی خوب، شرط بندی کردم، باختم، حالم حساب میکنم.
یه فکری دارم آخر هفته بریم پیکنیک. اون دوستی شبیت هم قراره بیا. این احتیاجی به گردش نداره، کلا مخش تعطیله. من مست بازم. یه سوال پرسیدم، بریم یا نریم؟ ببینیم چی میشه. ببخشید میره خانم، کارت دیگه ای داری؟ مگه چی شده؟ فکر کنم یه مشکلی پیش اومده. مشکل نداشت. عیب نداره، من حساب میکنم. ای بابا چرا اینجوری شد؟ شایدم تاریخش تموم شده. اوف خیلی کلیشه‌ای بود. می‌خواست بنازه گردن اورکان. مثل اینکه منو با خودت اشتباه گرفتی. یکی تکه انداخت. کم آورد. چرا یادت رفت فرام پول بریزی بابا؟ پیش دوستام ضایع شدم. فراموش نکردم میرا، همه کارتای بانکیمونو بستن. ولی به خودت حتی زحمت ندادی حداقل بهمون خبر بدی. من که بهت گفته بودم تو باید به میرا اطلاع میدادی. من فکر نمی کردم جدی گفته باشی. فکر کردم اینجوری میگی که من کمتر خرج کنم. از کجا بدونم؟ یه مدت دیگه همه چی درست میشه، نگران نباش. تو چقدر راحت حرف میزنی. میگی بعد یه مدت. خب ما باید توی این مدت چیکار کنیم؟ پول خرج نمی‌کنی، سوده. داری خساست به خرج میدی، چیز دیگه هم نیست. اینقدر برای هر کاری حساب و کتاب کردم خسته شدم. خیلی خب لطفاً بس کنید، دوباره شروع نکنین. منم از اینکه سر هر چیزی دعوا میکنین خسته شدم. سر من داد نزن خانم کوچولو. پیش دوستات من شرمندت نکردم. دارین چی کار میکنی؟ کیفارت کن بیاد. دستتو بکش، دستتو بکش. بازم ممنونم. چرا دیشب تو باغچه مردم خوابیدی؟ چون در قفل بود نتونستم برم تو. چرا نرفتی خونتون یامان؟ چون دیگه اونجا زندگی نمی کنم. صورتت چی شده؟ اگه نگی خیلی کلیشه، یه کوبیدم به در. کی این کارو باهات کرده؟ آخه به تو چه؟ میخوام بهت کمک کنم. میخوای بهم کمک کنی؟ آره؟ پس برام کار پیدا کن. چه کاری میتونی انجام بدی ها؟ نمیخواد، اصلا ولش کن. منصرف شدم. فکر کن اصلا بهت نگفتم. باغبونی اینا بلدی؟ نظافت استخر، مراقبت از گلگیه. خیلی خوب، استخدام شدی. داری مسخرم میکنی؟ نه، واقعا دنبال یه باغبونم. یه باغبون شبانه روزی. کل وسایلت همینه؟ خوبه، پس بپر بریم. زود باش. این دیگه چیه؟ ماشین قشنگیه. مال من نیست، ماشین همسرمه.
چیزی نمونده، تقریبا رسیدیم. حتما خیلی کله گنده که میتونی اینجور جاها زندگی کنی. یعنی خیلی پول داری. زنم پول داره. یعنی داماد سرخونه ای؟ نه، راضیم کردن که خونه اونا زندگی کنم. یه چند دقیقه منتظر باش. از جلوی در خونه دزدیدن لذتی نداره. راحت باش. غیر ممکنه سلیم. از دستم عصبانی بودی که چرا باغبون پیدا نمی کنم. بیا اینم باغبونش خن. به باغچه هم رسیدگی میکنه. یه بچه گربه است عزیز دلم. یه پسر بالغه، در ضمن مرتکب جرمم شده. ولی من میخوام بهش شانس بدم. اگه بلایی سرمون بیاری ازمون دزدی کنه چی؟ به مرد فکر کن سلیم. یه غریبه دور بر بچه‌مونه. نه من اصلا باور نمیکنم. نمیشه اصلا. این بچه تو شرایط سختی عزیز دل من. بعد یکی بهش کمک کنه. یه همچین کمکی من خیلی خوب میدونم یه همچین کمکی چطور زندگی یه نفر رو تغییر میده. اگه اون موقع که مثل ماهی در حال مرگ بالا و پایین میپریدن بهم کمک نمیکردن، خدا میدونه منم تو کدوم قبرستون در رگلم بودم. حداقل اجازه بده آخر هفته رو اینجا پیش ما باشه. بعدم براش کاری پیدا میکنم و یه جای خواب. ولی الان نمیخوام تو خیابون ولش کنم. لطفا. زیور باید تو یکی از اتاقای مخصوص سرایدار بمونه. ممنونم عشقم. قرار دخترای اعضای خیریه برن رو سن. گفتی میرا؟ البته. یعنی اون آخرین نفریه که میره روی سن. انشالله این دفعه عکسامون رو جای خوبی چاپ کنن. خواهش میکنم. شب بخیر. میرا موهاتو همون جوری که گفتم درست کن. باشه. اورکان اومده؟ الان میاد. چرا قبل از اینکه برسه میری بیرون؟ اون باید منتظر تو بمونه. سلام. من میرام. که اینطور معنی میرا چیه؟
اسم ستاره دنباله دار. در ضمن اسم یکی از شهرهای قدیمی هم هست. تو زبون اسپانیایی هم یعنی رئیس. حتما خیلی فکر کردم تا این اسمو برات انتخاب کنم. مشخصه. سوء تفاهم نشه، اسم قشنگیه، منظور بدی نداشتم. مرسی. خب یعنی چی؟ یعنی اسمتو نگفتی. آها، اسم من یامانه. میگن معنیش میشه ستاره دنباله دار، ولی نیست. یامان خالی. میخواستم اسمم با داداشم هم قافیه بشه. اون کنان، من یامان. خوشبختم. مطمئناً اینجا زندگی نمی کنی؟ اینقدر تابلوه؟ سوال پرسیدم. آره، اینجا زندگی نمی کنم. راستش من دزد ماشینم. داشتم با داداشم ماشین می‌دزدیدیم که گیر افتادیم. برای اینکه اون خلافش سنگین بود اونو نگه داشتم، ولی منو آزاد کردن. وقتی هم که شوهر ننم منو بیرون کرد، موندم تو خیابونا و آقا سلیم منو برداشت آورد اینجا. خب کجای این حرفم خنده داره؟ نکنه هنرپیشه ای چیزی هستی؟ کنترل اعصابتو از دست دادی؟ چرا میخوای جلب توجه کنی؟ تو که آدم خاصی هستی. تو فکر میکنی من دارم خالی میبندم؟ من میدونم تو کی هستی. تو یکی از فامیلای آنکارایشون هستی، برادرزاده عمو سلیم. یمن. سلام میرا. سلام. چشمتون روشن. با برادرزادتون آشنا شدم. آه که اینطور. یه داستان دیوانه‌وار برام تعریف کرده که دزد ماشین بوده. بریم، زیور نگرانت شد. یهویی کجا غیبت زد؟ زیاد اینجا میمونی؟ تا آخر هفته پیش ماست. پس حتما تو مراسم امشب شرکت میکنی. چه مراسمی؟ به یامان نگفتین؟ فرصت نشده بود. خب پس من بهش میگم. میخوام به این نمایش مد و لباس دعوتت کنم. راستش منم میخوام برم رو سن. اوکی؟ نمیدونم، حالا ببینم. خب در موردش فکر کن. خدافظ. خدافظ. سلام. سلام، چطوری یورکان؟ خوبم. خدافظ. به سلامت. میبینم که خیلی تیزی. زود دعوت شدی. شخصیت خاصی داشت. خیلی خوب، بریم. اون کی بود؟ برادرزاده عمو سلیمه. قبلا میگفتن که میخواد از آنکارا بیاد. بهت گیر داد؟ چرت و پرت نگو. تو راحت باش، من الان میام. کلیدش کجا؟ نگو که نداره. نیست مگه نه؟ میرا
باشه. زود باش دیگه، بلند شو. زود باش. خب وقتی به هوش اومد بلند میشه میره تو. بلند زود باش دیگه میرو، بلند شو دختر. بهم اعتماد کن. به نظرم زیاد امیدوار نباش، چون واقعا دوست ندارم اینجا بمونم. وای خیلی خوشتیپه مگه نه؟ یعنی عقل و هوش من یکیو که برده. خوشتیپ جدیدمون. بس دیگه تو رو خدا. پرونده های بچه های همسن تو رو زیاد داشتم. دیگه از چشماشون میتونم تشخیص بدم بعد این همه سال کدومشون مجرمن و کدومشون بیگانه. چی شده فرخ؟ عزیزم جانم. منتظر تو هم نمیای؟